همزمان با تخریب بقیع، جهان اسلام دستخوش حوادث مختلفی بود. جنگ جهانی اول تازه تمام شده بود. کشورهای اسلامی درگیر تغییر حکومت‌های خودشون بودند. فشار اقتصادی و مشکلات اقتصادی بیداد می‌کرد. ناامنی‌ها فراوان بود. استعمار از سوی دیگری هجوم آورده بود. حدود 1 سالی میشد که حرمین شریفین آماج حملات وهابی‌ها بود. وهابی‌هایی که جنایات خودشون رو 100 سال قبل نشون داده بودند و دلهره عجیبی به دل مسلمان‌های سراسر جهان انداخته بودند. اما در این میان یک تلگرام زلزله‌ای بود بر قلب‌های مسلمانان. حرم اهل بیت، حرم بقیع تخریب شد. شاید خیلی از مسلمان‌ها این تلگرام رو جدی نگرفتند، اما شرف الدین این گونه نبود. وقتی که از صحت خبر مطمئن شد، با مسلمان‌ها، با علما، با نخبگان شیعه و سنی نشست، مکاتبه کرد، برخیزید، بلند شید. خطر جدیه، مصیبت و این نکبت بزرگ واقعیه. حرم مطهر بقیع تخریب شده و این تازه آغاز ماجراست. آغاز ریشه دار شدن یک قده سرطانی در حرمین شریفینه. به پا خیزید. اگر این قده را الان ریشه کن نکنیم، این قده بزرگ و بزرگتر میشه و از جهان اسلام خونها خواهد مکید. مرحله بعدی کار شرف الدین اطلاع رسانی کشورهایی بود که هنوز از جنایت وهابی ها با خبر نشده بودند. با مکاتبه، با مراسله و نامنگاری با علمای عراق شروع کرد جهان اسلام رو خبردار کردن، از عمق ماجرا با خبر کردن. بازخوردهایی که از جهان اسلام راجع به تخریب به بقیع دیده میشد کافی نبود. شرف الدین دست به دامن مطبوعات شد، اطلاعیه‌ای صادر کرد: القارعة ما القارعة. ای علمای اسلام، ای نخبگان جهان اسلام، ای دلاور مردان، به پا خیزید، غیرت کنید، همت کنید. فاجعه بقیع آغاز ماجرا هاست، آغاز مصیبت هاست. طراحی کرد شرف الدین. اول راه مذاکره با سعودی ها رو برگرفت. پادشاه سعودی اون زمان نیازمند حامیان وفاداری چون اخوانی های وهابی بود. پس پاسخ مناسبی به درخواست شیعیان، به درخواست محبین اهل بیت از مذاهب دیگر نداد و دل اخوانی ها را به دست آورد و به آنها را در تخریب بقاع مطهر بقیع آزاد گذاشت. باید با قوه قهریه، با نیروی نظامی در برابر سعودی ها برخورد کرد. چه کسی بهتر از امام یحیی زیدی یمن، کسی که به خاطر مشکلات مرزی از قبل با سعودی ها درگیری داشت. نامه ای به امام یحیی پادشاه وقت یمن نوشت: تو از ریشه معصومان و اهل بیت هستی، تو سیدی، از سلاله پیامبر هستی، خانه اجداد تو خراب کردن، به پا خیز. شرف الدین از مراجع ایران خواست تا با رضاخان مکاتبه کنند، رضاخان را وادار به پشتیبانی از امام یحیی یمن کنند. از مراجع عظام عراق خواست تا ملک فیصل پادشاه تازه به تخت نشسته عراق را هم مجبور کنند از یمن پشتیبانی کنه. اما هر سه این پادشاهان در پشت پرده با انگلستان رابطه داشتند. امام یحیی به واسطه انگلستان با سعودی ها صلح کرده بود. رضاخان و ملک فیصل هم بدون اجازه انگلستان کوچکترین اقدامی نمی کردند. نتیجه‌ای در کار نبود. شرف الدین قدم بعدی را برداشت: تحریم حج. در آن زمان هنوز نفت در عربستان اکتشاف نشده بود. هنوز بودجه اصلی دربار سعودی از حج تأمین می شد و حج نرفتن مسلمان ها و تحریم حج یعنی ضربه اساسی بر بودجه و اقتصاد سعودی ها. این ضربه میتونست قدم اولی باشه که قدم نظامی رو در پی داشته باشه. اما این کار راحتی نبود. مسلمان ها رو اقناع بکنی که به حج خانه خدا نرن. چگونه قانع بشند؟ الان حج رفتن به مصلحت اسلام نیست. البته خیلی ها حرف شرف الدین رو پذیرفتند، اما همان سال هم خیلی ها از ایران و جاهای دیگه به حج رفتند. این مسئله دوام چندانی نداشت. چند سال بعد نفت در سعودی کشف شد. حدود 5 سال بعد از تلاش‌های شرف الدین اتفاق جدیدی در شمال یمن و جنوب عربستان منطقه اسیر افتاد. امام عدارسه با حزب احرار حجاز متحد شده بودند تا ریشه سعودی ها رو بکنند.
در بیانیه‌ای که این حزب متحد صادر کرده بودند، هدف خود رو از مبارزه نظامی با سعودی ها ریشه‌کن کردن وهابیت از حجاز دونستند. انگلستان سعودی ها را تنها نگذاشته بود. با هواپیماهاش، با کمک‌های اقتصادیش سعودی ها رو در برابر این جنگ، در برابر حزب احرار حجاز و ادارسه کمک میکرد. حزب ادارسه مجبور شد نامه‌نگاری کنه به شیعیان هند، شیعیان هندی که خودشون بارها تلاش کرده بودند حرم مطهر ائمه رو بازسازی کنند، بارها نامه‌نگاری کرده بودند به انگلستان تا به اونها اجازه بده حرم مطهر بقیع رو دوباره بسازند. بهانه انگلستان برای جواب رد دادن به اونها این بود که نمیخواد در منازعات مذهبی دخالت کنه. الان ادارسه از هندی ها میخواستند به انگلستان بگن به همین بهانه و به همین دلیل به عربستان، به سعودی ها کمک نرسانند و بگذارن منازعه مذهبی که میان سعودی ها و میان ادارسه در جریانه به نتیجه برسه. ولی انگلستان دست بردار نبود و با کمک سعودی ها ادارسه و حزب احرار حجاز رو سرکوب کرد.